وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم با سلسله برنامه‌های خلفای راشدین. در بحث خلفای راشدین ما مطالب مختلفی رو خدمت شما عرضه کردیم، اما قبل از این بگم که برنامه با چند دقیقه تأخیر آغاز شد. علتش این بود که با اول وقت برنامه با همزمان شد با پخش اذان عصر به افق تهران که همکاران بنده مجبور شدند که ابتدا اذان رو برای مردم عزیز تهران پخش بکنند و بعد از اون ما برنامه رو ادامه بدیم. در رابطه با خلفای راشدین ما مباحث مختلفی رو مطرح کردیم. زندگی نامه خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین رو خدمت شما گفتیم. بخش‌های مهمی از سیرت حسن ابن علی خلیفه پنجم که جزو خلفای راشدین اون میدونند اهل سنت رو هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم. امروز مطلب مهمی رو خدمت شما عزیزان عرضه میکنیم و اون صلح و بیعت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه هست. نکته ای که در واقع بسیاری از اعتقادات، بسیاری از اندیشه های آخوندها رو زیر سوال میبره. برای اینکه آخوندها، آیت الله ها، مراجع تقلید و روافض بر این باور و اعتقاد هستند که معاویه و سایر خلفای راشدین حتی به جز علی همه رو مرتد و کافر میدونند و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما رو هم معصوم میدونند. اینی که یک فرد معصوم بیاید با یک فرد مرتد و کافر علیاذ بالله مانند امیر معاویه صلح بکنه و بعد باش بیعت بکنه و بعد در طول زندگیش از امیر معاویه رضی الله تعالی عنه حقوق دریافت بکنه و پول بگیره، برای مصارف شخصی و غیر شخصی خودش استفاده بکنه، فشار سنگینی بر آخوندها وارد میشه. خاری است در گلوی آخوندها. برای اینکه این سوال رو مطرح میکنه که چگونه حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه که معصوم هست، امامتش هم الهی است. امامت هم میگن هم امامت دینی است و هم امامت دنیوی است، یعنی هم حاکمیت دینیش و مشروعیت دینیش الهی است و همین که در دنیا باید در رأس حکومت قرار داشته باشد هم الهی است. اینی که این امام معصوم میآید و از این حق الهی خودش مبنی بر این که از آسمان امام و حاکم مردم تعیین شده میگذرد، جای سوال داره. چه این حقی ندارد که حکومت رو که خدا بهش واگذار کرده طبق دیدگاه آقایون این حکومت الهی رو به معاویه بسپارد و نه اینکه به این اکتفا بکند بلکه با معاویه بیعت بکند. حالا یک زمانی میگه خب طرف مشکل داشته، نمیتونسته با معاویه بجنگد، نمیتونسته مبارزه بکنه، صلح کرده، اما بعد از اینکه صلح کرده باش بیعت هم کرده. حالا باز هم میگیم شاید بالفرض میگیم، گرچه اصلا اینطوری نیست، بگیم بیعت به این دلیل کرده که خب اگر بیعت نمی کرد اونطوری که آخوندها و روافض میگن
میگن تنابی به گردنش مینداختن مثل علی ابن ابی طالب و به زور میبردن بیعت میکردن. علاوه بر این که بیعت کرده با امیر معاویه ازش پول میگرفته و در همون شرایط اولیه صلح هست که اینقدر پول امیر معاویه باید بده که ما در جلسات آینده البته با تفصیل بیشتری در این زمینه ها صحبت میکنیم. مهم این هست که این جریان صلح امام حسن رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه بسیاری از محاسبات آخوندها و روافض و مراجع تقلید رو به هم میریزه و اعتقاداتشون زیر سوال میبره. همونطوری که زندگی علی ابن ابی طالب و رفتارهای علی ابن ابی طالب کل زندگی آخوندها و اعتقادات و اندیشهای آخوندها رو زیر سوال میبره، برای اینکه علی ابن ابی طالب در کنار ابوبکر و عمر و عثمان بود، اسم فرزندانش ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت، با اونها بیعت کرد، پشت سر اونها نماز خوند، با اونها همکاری میکرد، مشاور اونها بود، قاضی بود در دوران اونها. همه اینها اعتقادات آخوندها رو باطل میکنند. و موضوع حسن رضی الله تعالی عنه هم که وقتی که میرسه این مسئله پررنگتر و به صورت جدیتر مطرح میشه. در نتیجه ما امروز به صورت مختصر این موضوع رو مطرح میکنیم که چگونه امام حسن رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه صلح کرد. خلاصه ماجرا این گونه بود که ما در جلسات گذشته هم مقداری صحبت کردیم و اون این بود که وقتی علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به شهادت رسید، جنگ با امیر معاویه یعنی با مردم شام به پایان نرسیده بود و علی رضی الله تعالی عنه زمانی که میخواست به جنگ شام برود، قبل از اینکه به جنگ شام برود خوارج در ظهور کردند و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه با خوارج جنگید و خوارج رو گرچه شکست سنگینی داد اما خوارج هم بیکار ننشستند و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو به شهادت رسوندن. ما این مسائل رو گفتیم، به تفصیل در موردشون صحبت کردیم. بعد از این که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو به شهادت رسوندن، مسلمانان، مردم عراق، مسلمانان مکه، مدینه، سرزمینه هایی که تحت سیطره علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بودن، فرماندهان نظامی و فرمانداران و استانداران یک پارچه نزد حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه اومدن و با حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه بیعت کردند. و این به این خاطر بود که اونها بر این باور بودند که فردی با فضیلت‌تر از حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه وجود ندارد. در این مقطع یک نفر هم همچنان پیدا نمی شود که بگوید حسن ابن علی امامت الهی داره و از طرف خدا تعیین شده. اصلا چنین مقوله وجود نداره، بلکه اون چی که وجود دارد این هست که علی ابن ابی طالب با مراجعه مسلمانان و با بیعت و انتخاب مسلمانان به حکومت میرسد و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه هم با بیعت و انتخاب مسلمانان به حکومت میرسد. و هرگز حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه یا علی ابن ابی طالب یک بار در زندگیشون نگفتند که ما امامت الهی داریم. این نکات رو داشته باشید برای اینکه بدونید که اون چه آخوندها از دوران صفویه تا کنون در این 15 سال به خورد ما مردم ایران دادن و اجازه ندادن نظر و دیدگاه دومی مطرح بشه، دروغ میگن. وقتی که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه به حکومت رسید و مردم باش بیعت کردند، یکی از شرایطی که با اونها گذاشت در بحث بیعت که در روایات مختلف وارد شده این هست که گفت شرطم این هست با شما مردم عراق، با هر کس من جنگیدم بجنگید و با هر کس که من صلح کردم صلح کنید. این یکی از شرایط بیعت بود. برای این که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه از مردم عراق تجربه خوبی نداشت. رفتاری که با پدرش کردن در جنگ شام نافرمانی میکردن، در جنگ با خوارج خب خیلی از خوارج جدا شدن، اینها همه جزو لشکریان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بودن. علی رو به شهادت رسوندن، در تابستان میگفتن گرمه، در زمستان میگفتن سرده. علی رو خون جگر کرده بودن، به گونه‌ای که علی میگفت اگر معاویه یک نفر از طرفدارانش رو به من بده و 10 نفر از شماها رو برداره، من حاضرم این مبادله رو انجام بدم. به این خاطر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه شرط گذاشت، گفت با کسی که من صلح کردم صلح کنید و با کسی که من جنگیدم شما بجنگید و اونها قبول کردند. یک لشکر 12,000 نفری تهیه کرد و تعداد زیادی به عنوان یک مقدمه
و قیس بن سعد بن عباده و تعداد دیگر از فرماندهان را برش گماشت که در واقع آماده جنگ بشود. گرچه این آماده جنگ بودن ما صحبت خواهیم کرد که میخواست به مردم عراق بگه که شما آدمای خائنی هستید، آدمای خوبی نیستید و به نظر میرسد که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه از همون روزهای اول به دنبال صلح بوده. چرا؟ علتش میگم. وقتی که عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه به شهادت رسید و مردم مراجعه کردند که با علی ابن ابی طالب بیعت بکنند، حسن به پدرش هشدار داد، گفت پدر عزیزم اگر شما این بیعت رو بپذیرید بعضی از انعکاسات شهادت عثمان به گردن شما میافتد و شما دچار مشکل میشید، بیعت نکنید. برای اینکه از این فتنه دور باشید بیعت نکنید. معلوم میشه حسن رضی الله تعالی عنه همیشه به صلح، به آشتی، دوری از جنگ و دوری از خونریزی فکر میکرد. هنگامی که امیر معاویه با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بیعت نمیکنه و به دنبال این هست که خونخواهی عثمان بکنه و علی رضی الله تعالی عنه تصمیم میگیره که باش بجنگه و البته علی برحق بود، 100% برحق بود، حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه مخالفت کرد. گفت که با مردم شام نجنگید، با امیر معاویه نجنگید. این نشون میده باز هم که در واقع حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه مرد صلح هست و به دنبال صلح میگردد و به این خاطر وقتی که هم به خلافت رسید گرچه لشکری تدارک دید که به سوی شام برود، ولی به نظر میرسد میخواست به مردم عراق بگه که شما مشکل دارید و شما انسانهای با وفایی نیستید، به پدرم هم وفا نکردید. و وقتی که صلح کرد دیگه برای مردم شام صحبتی نداشته باشند، مردم شام حرفی برای گفتن نداشته باشند، مردم عراق حرفی برای گفتن نداشته باشند. اهمیت صلح حسن خب خیلی زیاد هست. یکی این که نشانه حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، برای اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره این صلح چنانچه در جلسات گذشته ما گفتیم که فرموده بود که ابنی هذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. این فرزند من سرور هست، آقا هست، بزرگوار هست، چه بسا الله متعال به وسیله ایشون میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح و آشتی ایجاد بکند. این پیشینگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صلح حسن ابن علی با امیر معاویه متحقق شد. دومین اهمیت این صلح در این هست که مسلمانان مدتی دچار جنگ و خونریزی داخلی بودند. این جنگ و خونریزی داخلی پایان یافت. نکته سوم اهمیت این است که حق خلافت، حق حکومت بر اساس انتخاب مردم با حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه بود. ولی حسن ابن علی وقتی که احساس کرد که این حکومت و این خلافت باعث جنگ میشه، باعث خونریزی میشه، باعث ریختن خون مسلمانان میشه و امیر معاویه اونقدرها هم بد نیست، مسلمان هست، مؤمن هست، در راه خدا جهاد میکنه، در راه خدا مبارزه میکنه، دین رو گسترش میده، ایمان گسترش میده، اسلام رو گسترش میده، باش تن به صلح داد. و این فضیلت بزرگی است برای امام حسن که ما در بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. شاید یکی از دلایلی که آخوندها و مراجع تقلید در مورد حسن صحبت نمی‌کنند و بیشتر در مورد حسین صحبت می‌کنند، می‌خواند از جریان کربلا، شهادت حسین، مظلومیت حسین سوء استفاده بکنن، احساسات مردم رو تحریک بکنن و دروغ‌هایشون رو، اباطیلشون رو، خرافات و خزعبلات خودشون رو به خورد مردم بدن. اما در مورد حسن خب نمیتونن این کارو بکنن. برعکس حسن مرد صلح هست، مرد آشتی هست، مردی آرام هست، مردی است که در واقع جایی ندارد که آخوندها و مراجع تقلید بتونند احساسات توده های مردم رو تحریک بکنند و ازش سوء استفاده بکنند. و نکته دیگر در رابطه با اهمیت صلح حسن رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه این هست که ایشون آخرین خلیفه از خلفای راشدین هست. به این معنی که
حکومتی که بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تا پایان دوران حسن رضی الله تعالی عنه بود، حکومتی بود که 100% بر اساس اسلام بود و 100% بر منهاج رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، طبق حدیث پیامبر اکرم که پیامبر فرمود خلافت بعد از من 30 سال میشه و بعد تبدیل به پادشاهی میشه. البته این به معنی این نیست که حکومت‌های بعدی کافرن، نه، به معنی این هست که حکومت‌های بعدی دیگه 100% بر منهاج نبوت نبودن. البته بعد از حسن، البته در طول تاریخ خیلی حکومت‌ها اومدن بر منهاج نبوت بودن. بعد شخصیتی مانند عمر ابن عبدالعزیز میاد و خیلی ها که بر منهاج 100% نبوت بودن و حتی عمر ابن عبدالعزیز و بعضی دیگر از بزرگان دین رو علما جزو یا حداقل پیروان راستین و 100% خلفای راشدین دونستند و این فضیلت دیگری بود که در واقع در این صلح متحقق شد. مراحل صلح چگونه پیش رفتند من به صورت مختصر خدمتتون میگم. مرحله اول، خب حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه در حدیث پیامبر رو شنیده بود که خداوند به وسیله ایشون میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح و آشتی ایجاد میکنه و این تلنگر در ذهن و فکرش خورده بود که صلح و آشتی بکند، چنانچه در واقع با پدرش هم میگفت که با مردم شام نجنگ و ما به این موضوع پرداختیم. مرحله دوم که حسن برای صلح داره آمادگی میکنه این هست که وقتی که از مردم عراق بیعت میگیره، میگه با هر کس من جنگیدم شما بجنگید و با هر کس من صلح کردم شما صلح بکنید. معلوم هست که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه به دنبال این هست که صلح و آشتی برقرار بکند. نکته دیگری که کمک کرد و مرحله است که به صلح در واقع بیشتر نزدیک میکنه، نقشه است که برای ترور حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه کشیده شد و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه از یک ترور نافرجام جان سالم به در برد. مرحله دیگر این که مرحله بعدی، خب حسن با تمام این چیزهایی که در ذهن و فکرش داشت و ما خدمت شما عرض کردیم که صلح بکنه، ولی میخواست به افکار عمومی که پیرامونش هستند، فرماندهانش، استاندارانش، کسانی که به شدت طرفدار جنگ بودند و میخواستند بگند که بریم و با امیر معاویه بجنگیم، میخواست بینا ثابت بکند که جنگ خوب نیست و مردم عراق هم مردم خائنی هستند و کسانی که طرفداری شیعه‌گری حسن میکنند دروغ میگن و پیروان سیاسی و راستینش هم نیستند. لشکری تدارک دید و این لشکر وقتی در مسیر ادامه میداد در اونجا تعدادی حمله کردند و حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه رو در روایت اومده که زخمیش کردند، حتی پایش هم زخمی کردند. بعد گفت ببینید من گفتم که شما مرد جنگ نیستید، شما مشکل دارید و بهانه‌های مختلفی رو در واقع دارید میارید. بعد از اون ما وارد مرحله گفتگو میان امام حسن رضی الله تعالی عنه و امیر معاویه میشیم و گفتگو طولانی است. من در جلسات بعد در رابطه با شرایط صلح و این سری مسائل به صورت مفصلتری صحبت خواهم کرد. اما بحث این هست که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه آماده صلح میشه، با امیر معاویه گفتگو میکنه، صلح میکنه و با ایشون بیعت میکنه و رسما خلافت رو به امیر معاویه واگذار میکنه. حالا سوالی که مطرح میشود این هست که چرا اگر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه امامت الهی داره، آیا این حق داره و حکومتش الهی است؟ خدا گفته تو حاکم این مردم باش، آخوند و روافض اینو میگن، آیا حق داره و طرفدار هم داره، افرادی هستند که پیرامونش هستند. چه بسا اگر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه میجنگید پیروز میشد، البته چه بسا هم شکست میخورد، ولی به هر حال احتمال پیروزی هم داشت، 50-50 بود.
چرا این حق امامت الهی و خلافت الهی و حکومت الهی رو به کسی دیگه واگذار میکنه؟ این رو با آقای آخوندها پاسخ بدن، مراجع تقلید پاسخ بدن. در واقع از دیدگاه ما واقعیت این هست که این حقی نبود. حق الهی نیست. حاکمیت یک چیز الهی نیست، یک چیز بشری است. مردم جمع میشن، یکی رو به عنوان خلیفه تعیین میکنن. با اون شخص اگر بر اساس مصلحت، بر اساس منافع عمومی تشخیص بده که من نمیتونم حکومت بکنم، مشکل دارم، مشکلاتی وجود داره، میتونه حکومت به کسی دیگه واگذار بکنه. و حسن بن علی رضی الله تعالی عنه این کار رو انجام دادند که به کسی دیگر واگذار کردند و با ایشون بیعت کردند. بحثی رو مورخین مطرح کردند که آغازگر صلح چه کسی بود. معاویه وقتی که در واقع گفتگو شد، افرادی رو فرستاد و گفت گفتگو بکنید. گفتند که حسن بن علی رضی الله تعالی عنه شرایطی دارد. یک کاغذ سفید رو امیر معاویه امضا کرد، زیرش گفت ببرید، هر شرطی رو که حسن بن علی رضی الله تعالی عنه بگذاره برآوردهش میکنم. که ما در این زمینه بعدها صحبت خواهیم کرد شرایط صلح چطوری بودن و چقدر محقق شد و چقدر محقق نشد. ولی به هر حال گام جلو گذاشت امیر معاویه. اون چه من میخوام بگم این هست که اون کسی که از اول به صلح و آشتی فکر میکرد امام حسن بود. گفتم حتی با جنگ‌های پدرش هم مخالفت میکرد و از مردم عراق و کوفه وقتی که بیعت گرفت گفت شرط بیعت شما با شما این هست که با هر کس که من جنگیدم بجنگید و با هر کس که من صلح کردم شما هم صلح بکنید و این گونه در واقع زمینه گفتگو و صلح رو فراهم کرد. سپاه حسن بن علی رضی الله تعالی عنه واکنش‌های متفاوتی در برابر صلح حسن داشتند. اشخاصی 100% صلح حسن رو تایید کردند، مانند عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. ایشون از فرماندهان بزرگ بود و از سیاستمداران بزرگ بود، صلحش رو تایید کرد. بعضی ها ابتدا مخالفت کردند ولی بعد قانع شدند و تایید کردند. امثال قیس ابن سعد ابن عباده، ایشون این مسیر رو در پیش گرفتند. کسانی بودند که صلح رو هم نمیپذیرفتند و باش کنار نمی اومدند و میگفتند صلح خوب نیست و تا آخر هم ایستادند، که در میان اونها به حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه میشه اشاره بکنیم که بعد حسن وقتی که حسین رو خواست و باش صحبت کرد و ایشون با صلح مخالفت کرد، گفت به والله هر رأی و پیشنهادی که من میدم تو داری باش مخالفت میکنی، کاری میکنی تو رو داخل یک اتاق بگذارم و درشو گل بگیرم و بعد اقداماتم را انجام بدهم. که بعد حسین رضی الله تعالی عنه گفت خب من در واقع شما وقتی که میخواهید صلح بکنید من کاری ندارم و صلح رو انجام دادن. این خلاصه ماجرا بود که صلح کردند و حسن بن علی رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه هم بیعت کرد. من میخوام روایاتی رو اشاره بکنم در کتاب‌های ما که به کثرت اومده که بیعت کرده. میخوام به روایاتی اشاره بکنم که در کتب آخوندها و مراجع تقلید اومده، مبنی بر این که حسن بن علی رضی الله تعالی عنه صلح کردند و بیعت کردند. اتاق فرمان اگر صفحه لپتاپ به من بدید ممنون و متشکر میشم که بتونیم در واقع این سری مسائل رو خدمت بینندگان عزیز ارائه بدیم که حسن بن علی رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه بیعت کردند و چگونه می شود که اونطوری که آخوندها میگویند خب این کتاب کشف الغمه هست، همونطوری که مشاهده میکنید مال اربلی هست، جلد 2 صفحه 194. این هم عبارت هست که از حسن ابن علی، صحبت از حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه هست. میگه و تحاربون من حاربت، صحبت میکنه فرعیتو، حسن میگه فرعیتو ان اسالم معاویته واضع الحرب بینی و بینه. میگه من نظرم این هست که با معاویه صلح بکنم
به جنگ میان خودم و معاویه پایان بدم و قد بایعته، این نکته مهم هست، و من با معاویه بیعت کردم. این اون چیزی است که کشف الغمه اربلی همونطوری که در اینجا میبینید جلد 2 صفحه 194 اومده که امیر امام حسن رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه بیعت کرد و برخلاف اون چیزی که آخوندها میخوان تبلیغ بکنند که ایشون بیعت نکرده برای اینکه گیر میکنند، من خدمت شما ارائه دادم که در این کتاب اومده که ایشون بیعت کردند. باز هم روایت دیگری رو در واقع نقل بکنیم که مبنی بر این که باز هم ایشون بیعت کردند. این هم بهارالانوار مجلسی هست که شما مشاهده میکنید. سخنان حسن هستند. فنظرت لصلاح الامه، میگه من نگاه کردم برای مصلحت امت و قطع الفتنه و قطع شدن فتنه و قد کنتم بایعتمونی، شما مردم عراق و کوفه با من بیعت کردید الا ان تسالموا من سالمت، که با کسی که من صلح کنم شما هم صلح بکنید، و تحاربوا من حاربت، و با کسی که من بجنگم شما هم بجنگید. این بیعت شماست. فرأیت ان اسالم معاویه، من به این نتیجه رسیدم که با معاویه صلح بکنم و اضع الحرب بینی و بینه، و به جنگی که میان من و او وجود دارد پایان دهم. و قد بایعته، من با ایشون بیعت کردم، من حسن با معاویه بیعت کردم. رأیت ان حقن الدماء خیر من سفکها، و نظر من این هست که جلوگیری از خونریزی بهتر از خونریزی است. ولم ارد بذالک، یا ولم ارد بذالک الا صلاحکم و بقاءکم، میگه من هیچ هدفی از این صلح با معاویه نداشتم مگر مصلحت شما مردم رو در نظر گرفتم و اینکه شما باقی بمونید، کشته نشید. و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین، نمیدونم شاید آزمایشی باشد برای شما و متاعی باشد تا مدتی. مهم این هست که ایشون در این روایتی که مجلسی در بهارالانوار این روایت رو آورده جلد 44 صفحه 66، ایشون میگه که من با معاویه بیعت کردم و امام حسن رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه بیعت کردند. باز هم همین روایت رو در واقع در کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه ابن سباق جلد 2 صفحه 732 همین اومده که میگه باز هم به همون شکل است، میگه و قد بایعته، همین روایت هست که میگه من با امیر معاویه بیعت کردم. برخلاف این آخوندها و مراجع تقلید چون پاسخی برای این مطلب ندارند میخواهند که این موضوع رو انکار بکنند. باز هم این روایت در جاهای دیگر و در کتب دیگر هم وارد شده که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه صلح کردند با امیر معاویه و با ایشون بیعت کردند. این روایت رو باز هم ببینید در الانتصار الآملی. قال سمعت هلال ابن خباب یقول جمع الحسن ابن علی رؤوس اصحابه فی قصر المدائن، حسن ابن علی سران یاران خودش را در قصر مدائن جمع کرد و گفت یا اهل العراق، ای اهل عراق، لو لم تذل نفسی عنکم الا لثلاث خصال لذهلت، گفت اگر سه تا بدی نمی کردید اگر هیچ بدی نمی کردید غیر از این سه بدی، من در واقع از شما ناراحت بودم. مقتلکم ابی، شما بودید که پدرم کشتید، و مطعنکم بغلتی، شما بودید که به قاطر من و سواری من حمله کردید، زخمی هم کردید، و انتهابکم ثقلی، و شما بودید که وسایلم رو به غارت بردید، او قال ردایی عن عاتقی، یا گفت چادرم را از گردنم بردید، و انکم قد بایعتمونی، شما با من بیعت کردید ان تسالموا من سالمت،
بیعت شما این بود که با کسی که من صلح کردم شما هم صلح بکنید و تحاربوا من حاربت، و با کسی که من جنگیدم شما هم بجنگید. و انی قد بایعت معاویه فاسمعوا له و اطیعوا، من با معاویه بیعت کردم، فاسمعوا له و اطیعوا، ازش بشنوید و اطاعت بکنید. این هم در واقع همونطوری که میبینید الانتصار الآملی جلد 8 صفحه 107 هست که در واقع هیزم محکمی و مشت محکمی بر دهان آخوند هاست و مراجع تقلید هست مبنی بر این که حسن ابن علی گرچه در روایات ما به کثرت اومده ولی در روایات اونها هم وارد شده که با امیر معاویه بیعت کرد و در واقع نه تنها اینکه بیعت کرد، گفت که از امیر معاویه اطاعت بکنید. باز هم ببینم که در واقع روایت دیگری هم هست که بیعت کرده. این کتاب هم کتاب احتجاج طبرسی هست که من نکته مورد شاهد رو در واقع بیارم که این اتفاق افتاده. خب به همین اندازه اکتفا میکنیم. این روایت یه مقدار طولانی هست، روایت نمیخونم. به هر حال روایات متعددی، خلاصه سخن این که روایات متعددی وارد شده که حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه با معاویه صلح کرد، کسی نمیتونه پنهان بکنه، و در روایت متعدد هم اومده که با ایشون بیعت کرد و این معنیش این هست که ایشون نه معاویه رو کافر میدونست نه بیدینش میدونست، بلکه خلافت رو بر اساس انتخاب مردم، نه حق الهی، حق خودش میدونست. ولی وقتی مصلحت رو در این دید که به جنگ و خونریزی خاتمه بده، خلافت رو و حکومت رو به امیر معاویه سپرد و باش بیعت کرد. و این صحبت هایی هستن که ما همیشه در جهت راستای در واقع وحدت، یک پارچگی، دوستی و محبت میکنیم و آخوندها بر طبل شقاق و نفاق و اختلاف و جنگ و خونریزی و مسائل فرقه‌ای دارند میکوبند. یک میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و سوالات، پرسش ها و دیدگاه های شما بینندگان عزیز رو با یکدیگر میشنویم. ما را همراهی کنید، برمیگردیم. تنها با یک کلیک چطور میشه به دعوت رسانه‌ای کمک مالی کرد؟ اولین سوال اینه که اصلا مگه میشه بدون پرداخت پول کمک مالی کرد؟ جوابش اینه که بله. مهم نیست که تو چه کشوری هستی یا حسابهای ویزا و پیپل داری و یا حتی اینکه اصلا پولی داری یا نه. مهم اینه که شما به شبکه کلمه و دعوت رسانه‌ای علاقه داشته باشی. خب بذارید توضیح بدیم چطور این علاقه میتونه به دعوت کمک مالی کنه. این کار دو سود همزمان داره. بالا رفتن معلومات شما با دیدن ویدیوها و کمک مالی به شبکه جهانی کلمه. یوتیوب برای اینکه مخاطبای بیشتری تبلیغاتش رو ببینن پول پرداخت میکنه و برای این کار باید ویدیوهای شبکه در یوتیوب دیده بشه یا به قول معروف کلیک خور بیشتری داشته باشه. تو صفحه یوتیوب شبکه جهانی کلمه روزانه 10 ها ویدیو آپلود میشه. کافیه شما این ویدیوها رو در یوتیوب ببینید و روی تبلیغاتی که میاد هم کلیک کنید. به همین سادگی هم از برنامه‌ها لذت میبرید و هم به رشد دعوت کمک مالی کردید. همچنین شما با به اشتراک گذاشتن ویدیوها میتونید بیننده‌های بیشتری رو به یوتیوب شبکه جذب کنید و با این کار علاوه بر افزایش کمک‌ها به شبکه باعث میشید سایت یوتیوب کلمه جایگاه بالاتری توی موتورهای جستجوگر داشته باشه. اینو فراموش نکنید که رسول الله علیه السلام میفرمایند هر کسی سنت خوبی رو از خودش به جا گذاشت ثواب تمام کسانی که به اون عمل میکنن رو خواهد داشت. پس انتشار رو فراموش نکنید. هر کلیک شما یک کمک به دعوت رسانه‌ای. به همین سادگی. خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم
دنيا الأنام دلالا. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا ومواقف. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز که در برنامه خلفای راشدین ما رو همراهی میکنید. امروز در رابطه با صلح امام حسن رضی الله تعالی عنه با امیر معاویه صحبت کردیم. خلاصه بحث این هست که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قبلا پیشینگویی کرده بود که ابنی هذا سید ولعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. این فرزند من سید هست و چه بسا الله متعال به وسیله ایشون میان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح و آشتی برقرار بکند و این مسئله در دوران حسن ابن علی اتفاق افتاد و این دلیل بر حقانیت نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که این اتفاق افتاد و حسن با امیر معاویه بیعت کرد. نمی شود که امیر معاویه کافر و مرتد و بیدین باشد و در واقع حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه با ایشون بیعت بکنه. نگاه و دیدگاه شما بینندگان عزیز و گرامی رو میشنویم. نخستین بیننده‌ای که در خدمتشون هستیم، سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. خب متاسفانه استاد ترشابی. سلام بر شما، بله بفرمایید. خب متاسفانه تلویزیونتون صداش باز بود و خودتون هم قطع شدید. من تاکید بکنم بینندگان عزیز، شماره تلفن برنامه زیرنویسه، شماره واتساپ برنامه هم زیرنویس هست. شما میتونید تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارید، اما فراموش نکنید به محض اینکه ارتباطتون با استودیو برقرار شد صدای تلویزیون ببندید و از گوشی تلفن صحبت ما رو بشنوید. در غیر این صورت صحبت کردن با شما دشواره. بله، آقای ابراهیم از ایران، درود بر شما آقای ابراهیم، بفرمایید. سلام استاد ترشابی. سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید. ما مثلا یا واحدی تشکیل بیده همونو شوی ملکا مثلا شوی مبارش. صدات واضح نیست آقای ابراهیم. آقای ابراهیم یه مقدار محکم صحبت کن، با صدای بلندتر صحبت کن، با انرژی بیشتری صحبت کن و بفرما. شما بله ما شوی همونو شوی ملکا تشکیل بیده دل روز مثلا تشکیل بیده همونو ما شیرش آرته گوخه مارش تحویل گفته که برابر. خب ممنون، متشکرم آقای ابراهیم عزیز. ابراهیم به زبان زیبای بلوچی صحبت میکنه، میگه که ما جماعت تبلیغ 40 روز تشکیل بودیم، در منطقه شما تشکیل بودیم و در اونجا به هر حال مردم پذیرایی کردند. ممنون، متشکرم آقای ابراهیم. صحبت دیگه اگه دارید مختصر بفرمایید. قربانت، خداحافظ. خیلی ممنون و متشکرم آقای ابراهیم و خدا یار و نگهدارتون. بیننده بعدی رو میشنویم، آقای رضایی از ایران. سلام بر شما آقای رضایی، بفرمایید. سلام علیکم حضرت استاد ترشابی. سلام بر شما، خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم جناب استاد. در خصوص صلح حضرت حسن با معاویه صحبت میفرمایید. استاد اونچه که در بررسی ما به عنوان رافضی به زعم شما خودمون شیعه، این که معاویه از روزی که حضرت علی به بارا خلیفه شده مشروعیتی نداشته است و حضرت علی مشروعیت رو از او گرفته است، همونطور که خلفای قبل حضرت علی به او مشروعیت داده بودند. جنابان ابوبکر و عمر و عثمان برای استانداری شامات و این در حدود اختیارات خلفا بوده است، طبق منشور صحیفه که عزل و نصب استاندارها و فرماندارها اینها به چیز خلفاست و حضرت علی همان روز ابتداء شروع خلافتش معاویه را خلعش کرده و معاویه هر نوع دخل تصرفی در امور مسلمانان کرده از اون به بعد تصرف عدوانی و غاصبانه بوده است.
شما از حدیث رسول خدا استناد فرمودید که چون رسول خدا فرموده است پسر من حسن سید است و ایشون به طرف اتحاد بین دو گروه از مسلمانان می شود و این را حقانیت رسول خدا دانسته اید. آقای شرشابی سوالم را اینجا اجازه بده آقای رضایی، من در رابطه با یکی دو تا موضوعی که شما مطرح کردید یه توضیحی بدم، بعد سوالتون هم مطرح بکنید. اولا که شما گفتید ما شیعه هستیم رافضی نیستیم، من توضیح بدم خدمتتون که شما شیعه نیستید، چون شیعه به معنی طرفدار، به معنی پیرو. شما شیعه علی نیستید، برای اینکه شما از علی پیروی نمی کنید. علی نه ادعای امامت الهی کرد، علی اسم فرزندانش ابوبکر و عمر و عثمان گذاشت، شما پیروی نمی کنید از علی. علی پشت سر خلفای راشدین نماز میخوند، باشون بیعت کرد، شما پیروی نمی کنید. علی غیر خدا رو صدا نکرد، شما غیر خدا رو صدا میکنید. پس شما شیعه نیستید به معنی که شیعه علی باشید. میتونید شیعه عبدالله ابن سبع یهودی باشید یا شیعه مثلا کلینی باشید، خمینی باشید، مجلسی باشید، اما شیعه علی نیستید. رافضی هستید برای اینکه معنی رافضی در تاریخ به کسانی میگن که به خلفای راشدین و صحابه پیامبر فحش بدن، ولی بیراه بگن، و شما رافضی هستید برای اینکه خلفای راشدین رو فحش میدید. در این که مشروعیت در دوران علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه با علی ابن ابی طالب بوده و امیر معاویه نبوده، این حرف شما درست هست و ما تایید میکنیم که حق با علی ابن ابی طالب بوده و معاویه باید تمکین میکرد و از علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه پیروی میکرد، ولی ایشون پیروی نکرد و 100% کار اشتباهی انجام داد. حالا بحث امروز ما این هست که حسن ابن علی با امیر معاویه صلح کرد. پیامبر هم گفته بود اینا دو گروه بزرگ مسلمان هستن که صلح میکنه، مسلمان بودن و بعد باش بیعت کرد. سوالتون رو بفرمایید. حالا بله، خب ببینید در خصوص جنگ جمل و سفین کلامی از حضرت علی رسیده است که شما میگید ما میگیم که حضرتشون فرمودن. آقای رضایی، ما وقت خیلی طولانی نداریم که شما با از اون قدیم صحبت بکنید، اونجا اینطوری بوده، اینجا اینطوری بوده. شما یه مطلبی رو عنوان کردید، من توضیح دادم. حالا به طور دقیق به صورت مختصر و مفید سوالتون رو بفرمایید. سوالم این است که می‌فرمایید اخواننا بغو علینا، بغو علینا، بله، بغو علینا شامل حال سفین نیست، این فقط مال جمل است، چون اینا 3 تا جنگ است، قاستین و ناکسین و مارقین، و هیچ کدوم از شرایط اون جنگ برای جنگ بعدی نیست که اگر حضرت علی اونجا یک کلامی فرموده باشد. آقای عزیز الان بله، حالا شما اونجا باز هم بحثی میبرید اونجا که شامل صفین هست یا جمل، اینا رو ما توضیح دادیم. قطعا هم اخواننا بقا علینا هم شامل صفین هست هم شامل جمل هست، برای اینکه هر دو گروه مسلمان بودن و هرگز علی ابن ابی طالب اونها رو کافر نمیدونست. الان بحث ما در رابطه با صلح حسن. آقای رضایی ببینید بینندگان زیادی روی خط هستن، تنها شما نیستید. الان چرا امام معصوم یعنی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما به تعبیر شما با معاویه‌ای که کافر بود هم صلح کرد هم بیعت کرد و ازش مرتب در طول زندگیش پول میگرفت؟ این چه از دیدگاه شما چه پاسخی برای این سوال هست؟ مختصر بفرمایید. صلحش ما تحلیلش و توجیهش از صلح رسول خدا با حدیبیه میگیریم، با کفار قریش میگیریم. اونجا که با اونها صلح کرد، حکومتش و پیغمبر یعنی مدینه رو تحویل کفار قریش نداد، پس قیاستون مع الفارق هست. یک پیمان عدم تجاوز امضا کرد. بله، اگر حسن هم میگفت اشکال نداره من با توی معاویه صلح میکنم، توی معاویه در شام حکومت بکن و من حسن در عراق و کوفه و مکه و مدینه و این قسمت ها حکومت میکنم، شما میتونستید با صلح حدیبیه مقایسه بکنید، چون پیامبر در صلح حدیبیه گفت مدینه و این قسمت ها تحت تصرف و حکومت من هستند، شما به اینجا تجاوز نکنید و سرزمین مکه و اطرافش تحت تصرف شما مشرکین مکه است، ما هم به اونجا تجاوز نمی کنیم. اگر صلح حسن چنین صلحی می بود، بله شما میتونید قیاس بکنید، ولی حسن مناطق تحت تسلط خودش رو تحویل معاویه داد. در نتیجه صلح امام حسن قابل مقایسه با صلح حدیبیه نیست. میپذیرم آیت و شابی، بله. میپذیرم با این توضیح. اگر جای حسن رو با رسول خدا عوض کنید، همین شرایطی که به حضرت حسن پیش اومده برای رسول خدا با معاویه پیش اومد، رسول خدا چیکار میکرد؟
رسول خدا میستاد. حسن و بله، حسن میخواستن ترور بکنند، رسول الله رو هم چند بار میخواستن ترور بکنند، ولی رسول الله حاکمیت اسلامی رو، دین رو تحویل مشرکین قریش نداد. بله، حسن هم چند بار میخواستن ترور بکنند، رسول الله هم میخواستن ترور بکنند. رسول الله یک بار مردم مکه، در مکه مکرمه میخواستن ترور بکنند، موفق نشدند. چند بار در مدینه منوره 7 یا 8 مورد تا جایی که یاد من هست تصمیم به ترور رسول الله صلی الله علیه و سلم رو گرفتن، موفق نشدن. اون زن یهودی به رسول الله صلی الله علیه و سلم سم داد، اما رسول الله از ترس اینکه کشته بشه حکومت رو و اسلام و مسلمین رو به دست مشرکین، به دست یهود نداد. همون طوری که رسول الله، آقای رضایی، همون طوری که رسول الله حکومت رو و اسلام رو و مسلمین رو به دست مشرکین مکه نداد، از جانش گذشت، از مالش گذشت، از امکاناتش گذشت، حسن باید این کارو میکرد. در نتیجه خب خدا حافظ شما آقای، خدا حافظ شما آقای رضایی. خب شما زیاد روی خط بودید، به همین اندازه اکتفا میکنیم و این همه اینها دلیل بر این هستند که حسن رضی الله تعالی عنه دیدگاه رافضی مانند شما نداشت. صحابه پیامبر رو مسلمان میدونست، امیر معاویه رو مسلمان میدونست، باش صلح کرد. نه تنها اینکه باش صلح کرد، تمام سرزمین های اسلامی که در اختیار ایشون بودن به دست امیر معاویه داد و با ایشون بیعت کرد و ایشون حقوق بگرفت و تا پایان عمر خودش از این حقوق میخورد. بیننده بعدی رو میشنویم. آقای غلام از ایران. درود بر شما آقای غلام، بفرمایید. قربان شما. جناب ترشبی عزیز، آقای جناب معاویه، امیر معاویه اونجا که با حضرت علی جنگ کرد اجتهاد کرده بود، چون میدونست که جون خودش و خانواده‌اش در خطره. به خاطر همین با علی نمیتونست بیعت بکنه، چون جونش در خطر بود. اگر کناره‌گیری می‌کرد جونش چطوری در خطر بود؟ چرا در خطر بود؟ جونش از طریق همین شیعیانی که امام حسین جونش در خطر بود. وقتی که میخواد هدفتون این است که حسن وقتی صلح کرد جونش در خطر بود، شما میگید معاویه وقتی که صلح کرد جونش در خطر بود. آقای غلام؟ آقای غلام؟ خب متاسفانه آقای غلام ارتباطشون قطع شدن و ما نتونستیم صدایشون رو داشته باشیم. فکر کنم میخواست بگه که حسن جونش در خطر بود، به این خاطر صلح کرد، ولی اشتباهی گفت که معاویه جونش در خطر بود، به این خاطر صلح کرد. به هر حال نمی شود که آدم به خاطر جونش در خطر باشه اسلام و مسلمین رو به یک کافر بسپاره و بعد تا آخر عمر هم از اون کافر حقوق بگیره و بخوره. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام علیکم آقای ترشابی، خسته نباشید. سلامت باشید. اسم شریفتون؟ میخواستم من اسم علی است، علیرضا. آقای علیرضا از ایران، بفرمایید آقای علیرضا. من میخواستم در مورد حال صحبت کنم، نه در مورد گذشته. بفرمایید، هر چی میخواهد. دل تنگت بگو. دل تنگم زیاد چیزا میخواد، ولی خب چون در زمان حال ظلم و تجاوز و دزدی و فساد بیشتر از زمان قدیم بوده. درسته؟ پس من میخوام که صدا منو از تلویزیون پخش نکنین، فقط 2 دقیقه من میخوام وقت شما رو بگیرم. صداتون نمیشه آقای علیرضا، صداتون از تلویزیون پخش میشه، من نمیتونم. نمیخوام که پخش میشه، به خاطر همون نمیشه. ما الان روی ایر هستیم. خصوصیه. خب خصوصی نمیشه. من اینجا برنامه خصوصی است. یعنی من اینجا برنامه رو تعطیل بکنم 2 دقیقه با شما خصوصی صحبت بکنم؟ نه شما میتونید یه پیام بفرستید، پیام بزرگانی بفرستید. تو پیام بزرگانی با 2 دقیقه میخوام وقت شما رو بگیرم. نه این ممکن نیست. شما پیام بفرستید، من بعد میتونم پیامتو گوش بکنم. من پس آخر بعد از برنامه تماس میگیرم. بعد از برنامه تمام شد تماس میگیرم آقای علیرضا. پس آره شماره من هست، من دوباره زنگ میزنم خدمتتون بعد از برنامه. بسیار خوب. میخوام با خود شما صحبت کنم. باشه، من در خدمتتون هستم. خداحافظ. خدایا رو نگهدارتون. بله، برای ما ممکن نیست در وسط برنامه با بینندگان عزیز صحبت بکنیم. شاید بعضی از دوستان این کار رو انجام میدن ولی عملاً مقداری جالب نمیشه. تماس های شما بینندگان عزیز همچنان ادامه دارن. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. صدای تلویزیون. سلام علیکم، امید کاظمی هستم. آقای امید کاظمی، بفرمایید آقای کاظمی.
آقای ترشایی، من سوال از شما داشتم. آیا امام حسن در جنگ جمل حضور داشت یا نه؟ بله حضور داشته. خب پس چرا میگید امام حسن طالب صلح با طالب بیعت با معاویه بود؟ این چه، اصلا مردم شعور دارن، عقل دارن، درک دارن، میفهمن دیگه. وقتی امام حسن در جنگ جمل حضور داشت یعنی بیعت نکرد دیگه. من میشه کسی میخواد بیعت کنه از این برم حضور داشته باشه اون بر؟ خب چرا قطع کردید آقای، کاش ادامه میداد آقای امید کاظمی. ببینید جنگ جمل آقای کاظمی یه مقداری دارید شما تناقض‌گویی میکنید. جنگ جمل در دوران خلافت علی ابن ابی طالب اتفاق افتاد و گرچه امام حسن با جنگ با مردم شام هم مخالف بود، اما وقتی علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و به عنوان پدر تصمیم گرفت، حسن اطاعت کرد و در اونجا هم در جنگ صفین هم شرکت کرد و در جنگ جمل هم شرکت کرد. اما زمانی که صلح کرد و بیعت کرد زمانی بود که خودش خلیفه شده بود، خلافت در دست خودش بود، اختیارات در دست خودش بود، امکانات در دست خودش بود و خودش میتونست تصمیم بگیره. در اون زمان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه تصمیم گیری میکرد. شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی جامعه متفاوت بود. در این زمان حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه حسن حکومت میکنه، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط جنگی متفاوت هست و تصمیم گرفت و صلح کرد. و با اینکه همه میدونن، شما که نمیتونید صلح امام حسن با امیر معاویه رو انکار بکنید، اینکه چیزی ازهر من الشمس هست، واضح‌تر از نور خورشید هست. و حتی من از کتاب‌های متعدد آوردم خدمتتون و ارائه دادم که نه تنها که ایشون صلح کرد بلکه بیعت کرد با امیر معاویه و پس ایشون مسلمان میدونست. حالا اشکالاتی در ایشون میدید ولی ایشون مسلمان میدونست، وگرنه باش بیعت نمیکرد. ازش حقوق میگرفت، از بیت المال حقوق میگرفت و استفاده میکرد. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید. سلام و رحمت الله جناب ترشابی، بنده حمید هستم از ایران. آقای حمید حیدری از ایران، بفرمایید آقای حمید. ممنون آقای ترشابی، انشالله به همه سوالاتون میخوام جواب بدم قدم به قدم. اول از روایتی که آوردید از کتاب کشف الغمه اربلی. بله. فرمودین که این روایت اومده و ثابت میکنه که امام حسن علیه السلام بیعت کردن با جناب معاویه. میشه این روایت یک بار دیگه نشون بدید؟ و قبل از اینکه نشونم بدید من از شما بپرسم، شما با ادب جناب اربلی در نوشتن این کتاب، روش نگارش آشنا هستید؟ میدونید که ایشون در این کتاب روایات اهل سنت اومده جمع کرده برای فضائل اهل بیت که خیر؟ این رو میدونستید؟ خب حالا شما مطلبتون رو عنوان کنید آقای حیدری. میدونستید یا که خیر؟ میدونستید یا که خیر؟ حالا یا من میدونستم یا نمیدونستم، شما مطلبتون رو مطرح کنید آقای حیدری. شما نمیدونستید. خب شما نمیدونید. بله شما من ادامه میدم. آقای ترشابی متاسفانه بی سواد هستن، نمیدونستن روایات اهل سنت است اولا. ثانیا همین روایت اهل سنت شما میدونید اینجا سند نداره، روایتی که سند براش نقل نکرده مرحوم اربلی، میدونید ارزشی نداره. تا اینجا رو میدونید یا که خیر؟ بعد میدونید روایت دومی که رفتی از کتاب بهارالانوار نشون دادی، میدونی اگر یک صفحه دو صفحه رفتودی قبل‌تر نگاه میکردیم گفته بود که بابا اینا من دارم از کتاب کشف الغمه اربلی میارم. مردم روایت شیعه نیست، روایت اربلی است. اربلی از کتب اهل سنت نقل کرده بدون سند. میدونی اگر سند بعدی رو باز میرفتی نگاه میکردید دوباره همین مشکل بود. آقای ترشابی چرا شما مطالعه نمیکنید؟ چرا اینقدر شما متاسفانه سواد ندارید؟ خب آقای حیدری حالا سوالتون تموم شد. حالا سوالتون تموم شد. میگه در کتب اهل سنت که فراوانه، این هم کتب شیعه. کتب شیعه این ماجرا. شما چرا اینقدر بی‌سوادین؟ این رو اعتراف کن. بریم سراغ سوالی که از بیننده‌های قبلی پرسید و قطعشون می‌کردین. خب حالا اجازه بده. اونم جواب بدم که چرا حکومت رو داد، چرا نمیدونم پول میگیره، اینا من جواب بدم. خب آقای حیدری بذار من به صورت خلاصه مطلبی رو که شما عنوان کردید من خدمتتون بگم. اولا که این روایت بله من که میدونم که بهارالانوار در واقع روایات رو از کتاب‌های دیگه جمع آوری میکنه، حالا از کشف الغمه و از جاهای دیگه و از فلان کتاب و از فلان کتاب جمع آوری میکنه. اما این روایت نه تنها این که در کشف الغمه اومده و در بهارالانوار هم نقش کرده، این مسئله در کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه ابن صباغ هم ایشون نقل کرده و روایت با سند هم در انتصار آملی اومده که من خدمتتون ارائه دادم و من هم ادعا البته نکردم که این روایت صحیح است، اما اون چه مسلم هست
در نزد ما اهل سنت در کتاب صحیح بخاری و کتاب‌های دیگه و نزد شما هم که گفتم این انتصار آملی هم روایت با سند هست که من خدمت بینندگان عزیز ارائه دادم که شما به این روایت نپرداختید چون میدونستید که این روایت دیگه وارد شده و سند هم داره. باز هم همین روایت به شکلی دیگر در کتاب الفتوح احمد ابن عاصم کوفی اومده، نه به این شکل، باز هم به شکل دیگه در اونجا بحث بیعت مطرح هست و همینطور در احتجاج طبرسی هم اومده و باز هم بحث بیعت در اونجا مطرح هست و در بهار الانوار. حالا از این که بگذریم و حالا شما معتقدید که اینها رو از کتاب اهل سنت نقل کردن ولی اینجاها حداقل در انتصار و در این کتاب ها از کتاب اهل سنت نیست آقای حمید حیدری. خب چرا حالا ببیننده پاسخ بده ولی مختصر آقای حیدری که بینندگان دیگه هم روی خط هستن، چرا ایشون با معاویه صلح کرد و بیعت کرد و پول میگرفت و میخورد این امام معصوم؟ بله حالا اجازه اول تعلیق کوتاهی به فرمایشات شما داشته باشم. الحمدلله که خودتون فرمودید، بله شما هم نگفتید صحیح است عزیزان. اگر ثابت کرد اون دو تا روایت آقای الفتوح رو شما باز نمیدونید چون از اهل سنت تو همون کتاب اومده میگه عمر رضی الله عنه خلیفه صادق، ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بابا شیعه به قرآن از این حرفا نمیزنه، شما اینا رو نمیدونید. اون سندی هم که از انتصار آملی آورید اگر برای راویانش یه دونه توثیق آوردین، من اینجا در حضور بینندگان میگم ببخشید که من اومدم تهمت زدم و گفتم این روایت از اساس ضعیف است. به قول آقای هاشمی خرمگسی است. آقای هاشمی میگه کسی که میره سراغ روایت ضعیف حمید حیدری در رابطه با آقای حمید حیدری، چون من نمیدونم استاد هاشمی چی گفته و بارها به شما گفتیم که این غیر اخلاقی است که سخنی رو از کارشناسی دیگه نقل بکنید که من نمیدونم که شما در این زمینه راست میگید یا راست نمیگید. شما در رابطه با موضوع برنامه به صورت مختصر آقای شریفی، شما آقای حیدری، اگر در واقع بگم وقت به پایان رسیده شما سر صدا میکنید علیکی که من قطع کردید فلان کردید علی کردید، شما به صورت مختصر اگر پاسخی دارید برای اینکه امام حسن رضی الله تعالی عنه با توجه به اینکه معصوم هست نزد شما چرا به صورت مختصر با امیر معاویه صلح کرد، باش بیعت کرد و از ایشون پول میگرفت تا آخر عمرش و با این پول زندگی میکرد و به اطرافیانش هم میداد؟ در این زمینه اگر مختصر تعلیقی بفرمایید ممنون میشم که بریم سراغ بینندگان بعدی. به صورت مختصر اگر وقت بود من کلیپ عقیل رو همینجا برات پخش میکردم. کلیپ عقیل به من هیچ ارتباطی نداره. شما استاد سید عقیل هاشمی برنامه‌های متعددی دارن، شما میتونید در برنامه‌هایشون تماس بگیرید، صحبت بکنید، کلیپاتو پخش بکنید. فکر میکنم در واقع فضا برای شما بازه. حالا مختصر بفرمایید که ما بریم سراغ بینندگان بعدی. بله اتفاقا قبلا عقیل رو هم رسوا کردم کلیپش. خب خدا یار و نگهدارت آقای حیدری، میدونم که صحبت برای گفتن ندارید، باز هم تکرار میکنید رسوا کردم فلان کردم. ادبیات گفتاریتون، تربیتتون، یه مقدار این موضوعات رو رعایت بکنید تا اینکه بشه راحت‌تر صحبت کرد. بینندگان عزیز سوالات همچنان باقی هستن. دیدید که ایشون حاشیه رفت، به دنبال این بریم که روایتش که در کتب شیعه اومده که امام حسن رضی الله تعالی عنه بیعت کرده یا نکرده صحیح هست یا صحیح نیست. اون چه مسلم هست امام حسن رضی الله تعالی عنه با معاویه صلح کرده، اینی که نمیتونن این کار بکنن. اون چه مسلم هست از ایشون پول میگرفته و تا آخر زندگیش از این پول استفاده میکرده، اینی که نمیتونن این کار بکنن. اون چه مسلم هست حکومت مکه، مدینه، حجاز، عراق، این قسمت ها کلشون به دست حسن بود، تحویل معاویه داد، اینی که نمیتونن این کار بکنن. حالا بیعت رو میگید حالا سند صحیح وجود داره وجود نداره در کتب شیعه، ولی به هر حال به کثرت اومده که بیعت کرده، هم در کتب اهل سنت که با سند صحیح اومده، در کتب شما هم به کثرت اومده. حالا روایات شما رو هر یکی رو که خواسته باشیم بررسی بکنیم هیچ کدومشون صحیح نیستن، برای اینکه کذاب و دروغگو و معتقد به تحریف قرآن مثل کلینی، مثل قمی، مثل مجلسی روایتتون رو جمع آوری کردن. اینا همه آدم‌های مردودی هستن. در نتیجه میخوام اینو بگم که چرا حسن ابن علی حکومت اسلامی، اسلام و مسلمین رو به دست یک مرتد و کافر سپرد؟ چرا این کارو که انجام داد؟ چرا به جای اینکه حمید حیدری و امثال حمید حیدری به جای اینکه بیان به صورت مستقیم به این سوال جواب بدن به چیزهای حاشیه‌ای میرن؟ چون برای این سوال در واقع یک پاسخ عقلانی و منطقی ندارن، میخوان چیزهای دیگه مطرح بکنند و بحث رو گم بکنند و اجازه ندن به این موضوع میرسیم. خب دیدگاه شما بینندگان عزیز رو در مورد این موضوع و سایر موضوعاتی که شما دوست دارید مطرح بکنید
میشنویم. واتساپ ما در واقع تماس ها بسیار زیاد هستن، تا وقتی میخوام در واقع واتساپ رو بگیرم تماس فوری قطع میشه به علت شدت تماس های فراوانی که وجود داره. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم، خودتون معرفی کنید و بفرمایید. استاد گرامی. سلام بر شما. خوبید استاد ترشابی؟ متشکرم و ممنون. اسم شریفتون؟ من حسینم از ایران. آقای حسین از ایران، بفرمایید آقای حسین. آقای ترشابی، شما مثلا وقتی باید به گذشته رجوع کرد که چراغی باشه برای آینده، حالا صلح کرد یا صلح نکرد یا هر چی، چه چیزی برای الان ما داره؟ صلح امام حسن یا مثلا یا هر چی دیگه. صلح امام حسن آقای چه نفعی واسه الان ما داره؟ الان خدمتتون توضیح میدم آقای حسین. نفعش برای الان ما در این هست که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در سوریه جنگ مذهبی جریان داره، در عراق جنگ مذهبی در جریان داره، در یمن جنگ مذهبی در جریان داره و تمام این جنگ های مذهبی که توی مناطق در جریان هستند پول ما ملت ایران داره در اونجا مصرف میشه. زن ایرانی، دختر ایرانی، جوان ایرانی داره خودفروشی میکنه، داره فقر هست، تن به صیغه میده، تن به ذلت میده. همین دیروز در مرز ایران و افغانستان در منطقه بلوچستان درگیری شدیدی میان نیروهای طالبان و نیروهای ایرانی اتفاق افتاد. چه بسا فردا هم افغانستان رو خامنه‌ای دچار یک جنگ مذهبی بکنه. ما وقتی که زندگی حسن رو میگیم حسن اهل صلح بوده، اهل سازش بوده، اهل آشتی بوده، اهل محبت بوده، میخوایم بگیم که اون چه که آخوندها در مورد حسن میگن ایدئولوژیشون باطله، دینشون باطله، حرفشون باطله. شما مردم ایران اینا رو کنار بگذارید. پول ما مردم ایران به خود ما برسه، امکانات مردم ایران به خود ما میرسه. من فکر میکنم خیلی واضح ارتباط داره حسین. بله حرف ما هم همینه های ترشابی. بله خب شما همین آخوندا اگر الان معاویه براشون نفت داشته باشه، معاویه میشه بهتر از حضرت علی. بله کاملا مطمئن باشید. کاملا در شما میخوایم بگیم که آخوند در دین به ما دروغ میگه، در دنیا به ما دروغ میگه، به دنبال به راه انداختن جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای و طایفه‌ای هست. شما مردم ایران بیدار باشید، آگاه باشید، اینا رو ساقط کنید. همین صلح امام حسن رو 4-5 سال پیش مگه در مسئله هسته‌ای به کار نبردن؟ بله کاملا همین صلح. بله با همین ادبیات. بله جایی که به نفعشون باشه خواسته باشن از یک جریانی سوء استفاده بکنن یا حسن استفاده بکنن استفاده میکنن. ممنون و متشکر آقای حسین عزیز. خواهش می‌کنم. خدا یار نگهدار. سوال جالبی مطرح کردید. متشکر، سوال خوبی بود که در واقع شما مطرح کردید. خیلی ها سوال پیش میاد که چرا از 1400 سال پیش صحبت میکنید، برای اینکه آخوندها بر تکیه دروغین بر 1400 سال پیش صیغه میکنن، خمس میگیرن، اموال ما را صرف جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای در سوریه و عراق و یمن و لبنان و جاهای دیگه میکنن و الان هم میخواهند افغانستان رو دچار آشوب و فساد بکنند. اما به نظر من اشتباه گرفتند. اونجا لولو وجود داره و حکومت فاسد و جنایتکار ولایت فقیه در اونجا کاری از دستش ساخته نیست. خب بیننده بعدی رو میشنویم. درود بر شما، خودتون معرفی کنید و بفرمایید. آقای ترشابی، امید کاظمی هستم. آقای کاظمی درود بر شما، ولی کسی یک بار تماس میگیره ما یک بار کفایت میکنیم. آقای ترشابی به این صلح که با مشرک باشه با هر چی باشه مثل صلح حدیبیه که پیامبر داشت، این نشون میده اصلا موردی نداره صلح کردن با مشرک و کافر و اینا که داشتیم. به این اگه بخوای شما اشکال وارد کنی، اشکال به پیامبر وارد کردی. این اشکال شما که اصلا هیچ. خب اجازه بده آقای کاظمی، شما یک نکته مطرح کردید. من این رو آقای کاظمی، آقای رضایی این موضوع رو مطرح کرد. من گفتم پیامبر با مشرک صلح کرد. بله با مشرکین صلح کرد، آتش بس امضا کرد، ولی پیامبر در مدینه و اطراف مدینه حکومت میکرد و مشرکین در مکه و اطراف مکه حکومت میکردند و پیمان عدم تجاوز با هم دیگه بستند. پیامبر که صلح کرد مدینه و مسلمانان رو تحویل مشرکین مکه نداد
ولی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه وقتی که صلح کرد، تمام مناطق زیر سلطه خودش رو و تمام مسلمانان زیر سلطه خودش رو که مکه بود، مدینه بود، عراق بود، کوفه بود، همه این منطقه رو به امیر معاویه تحویل داد. در نتیجه قیاستون آقای کاظمی در این زمینه قیاس باطل هست. شما زمانی میتونستید قیاس بکنید که پیامبر مناطق تحت سلطه خودش رو هم به قریش تحویل میداد، به مشرکین مکه تحویل میداد. در اون صورت شما میتونستید صلح حسن رو ربطش در اینه که در اونجا یک آتش بس بود، صلح پیامبر یک آتش بس بود، حکومت پیامبر سر جای خودش بود، حکومت مشرکین سر جای خودش بود، ولی صلح حسن کل حکومت رو به امیر معاویه تحویل داد. اینها زمین تا آسمان فرق میکنن. آقای کاظمی؟ آقای کاظمی؟ آقای ترشابی، ببین اولی که صلح امام حسن با صلح پیامبر هیچ فرقی نمیکنه، اصلا اصلا محتوای صلح همین. خب سوال دیگه، حالا سوال دیگه من به شما بگم آقای کاظمی، من جوری دیگه مطرح بکنم. برای اینکه برای بینندگان هم میگی فلان شد. آقای کاظمی اجازه میدم به حرف بزنی. من یک جوری دیگه مطرح بکنم. الان مثلا ایران خواسته باشه با آمریکا مثلا صلح بکنه، یکی این هست که صلح میکنه، میگه آقا دیگه من با شما سر جنگ ندارم، من سر جای خودم حکومت میکنم، شما سر جای خودتون حکومت میکنید و دیگه ما با شما کاری نداریم، شما با ما کاری ندارید، پیمان عدم تعدی هست، عدم تجاوز هست. یکی این صلحه. یکی این که ایران میگه آقا من با توی آمریکا صلح میکنم، ایران هم تحویل توی آمریکا میدم. به نظر شما این دو تا صلح متفاوتن یا یکی هستن؟ حدیثی هستن. اونم آقای حمید حیدری بهتون گفت، اونی که تو بهار اموال بود 2 تا صفحه قبلتر شما نگاه کنید از همون کشف القوم. اون بحث بیعت بود. بحث صلح رو آقای کاظمی بحث بیعت یک مقوله هست، بحث این که حکومت تحویلش داد اینی که دیگه نمیتونید این کار بکنید. اینی که همه دنیا میدونن که امام حسن کل مناطق تحت سلطه خودش رو به معاویه تحویل داد. آیه ترشابی برای چی معاویه مفاد عهدنامه مفاد صلحنامه رو زیر پا گذاشت؟ اشتباه کرد. اینم بدید دیگه. اشتباه کرد. نباید این کارو اشتباه کرد. به همین سادگی مردم هم خرن نمیفهمن اشتباه کرد. مردم خر نیستن، مردم آدمن، مردم میدونن که آخوندها مراجع تقلید در 1400 تا در این 500 سال از دوران صفویه تا حالا به مردم دروغ گفتن. علی ادعای امامت الهی نکرد، حسن ادعای امامت الهی نکرد، غیر خدا رو اینا صدا نمیزدن، صیغه نمیکردند، اینها خمس اموال مردم رو نمیگرفتن. حکم هیچ یکی از حسن رضی الله تعالی عنه به عنوان معصوم با امیر معاویه بیعت کرد. به عنوان معصوم از دیدگاه شما کل سرزمین‌های اسلامی و مسلمانان به معاویه که کافر بود از دیدگاه شما تحویل داد. این پارادوکس قابل حل نیست. حالا معاویه اشتباه کرد، معاویه اشتباهات زیادی کرد. معاویه اینکه با علی بیعت نکرد اشتباه کرد، اینی که با علی جنگید اشتباه کرد، این که مواد صلح رو رعایت نکرد اشتباه کرد. ما که در این مشکلی نداریم، ولی بحث ما این هست شما اساس دین و اعتقادتون باطل هست، اساس حرفایی که میذارید باطل هستن آقای کاظمی. خب به همین نظر اکتفا بکنیم آقای کاظمی. من فکر می‌کنم پیام شما هم رسید. بگذارید که بینندگان دیگر رو هم داشته باشیم و دیدگاه‌های دیگر رو در واقع هم داشته باشیم. باز هم همین اشکال هست که بینندگان مرتب قطع میشن. سلام بر شما، خودتون معرفی کنید و بفرمایید. سلام ترشابی، حمید هستم از تهران مزاحم شما. آقای حمید از تهران، بفرمایید آقای حمید، بفرمایید. آقای ترشابی، در رابطه به درگیری که از دیروز به این طرف بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزی ایران اتفاق افتاد، خواستم نظر شما رو بدونم و نظر خودم هم اگر اجازه بفرمایید ارائه بدم خدمت شما. من در مورد چی نظر بدم آقای حمید؟ بله، راجع به این که در این مقطع زمانی که افغانستان در یک شرایط حساس سیاسی و اقتصادی قرار داره و اینو باید یادآوری کنم که ما الان فکر کنم نزدیک 3-4 میلیون یا شاید هم به قول بعضی‌ها بیشتر مهاجرین افغانستانی که در ایران پناهنده شدن، به خصوص در این اواخر که اتفاقاتی افتاد که حکومت قبلی شکست خورد و به اصطلاح طالبان اومدن،
بیشتر مهاجر شدن و بیشتر گرفتار فقر و گرسنگی و قحطی و اینا شدن. من نظر خودم اول اگه اجازه بفرمایید خدمتتون ارائه بدم. خواستم عرضم خدمتتون که به نظر من در همچین عصری الان که ما در یک شرایط خیلی سخت حساس سیاسی و اقتصادی قرار گرفتیم و خواسته محتاج شدیم فعلا به کشورهای همسایه، به خصوص جمهوری اسلامی ایران که ما از مردم شریف ایران کاملا سپاسگزاریم که در طی 43 سال گذشته واقعا میزبان خوبی بودن و ما تا حدود شکایتی داریم از رژیم، از مردم شریف هیچ نوع شکایت نداریم و همواره اینو به ما لطف داشتن. خواستم بگم طالبان از نظر من اشتباهی خیلی بزرگ در یک زمان حساس مرتکب شدن که به این راحتی درگیر بشن. من قطعا قبول دارم که اگر جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه و مناطقی از خاک افغانستان رو بخواد پاسگاه بزنه یا تصرف کنه، قطعا من با این مسئله مخالفم به عنوان یک شهروند افغانستان. و خواستم بگم که از راه دیالوگ آقای حمید ببینید تا حالا خیلی روشن نیست که مسئله‌ای که دیروز سر مرز اتفاق افتاده چی بوده. روابط فرماندهان محلی طالبان که دیروز در اونجا درگیر شدند این هست که ایران چند تا پایگاه در خاک افغانستان زده و روایت دیگر و طالبان مدتیه که این نیروهای محلی میگفتند این پایگاه هایتون رو ببرید از اینجا بردارید، ایرانی ها زیر بار نمی رفتن و پایگاه ها رو نمی بردن. این یه روایت دوم این هست که نیروهای ایرانی وارد خاک افغانستان شدند و این باعث عکس العمل طالبان شده. گفتن خب اینا در واقع اونجا وارد شدن 4 مورچه میشن. روایت ایران خب یه مقداری متفاوت هست. روایت ایران میگه نمیدونم کشاورزان ما رفتن پشت دیوار مرزی که ما کشیدیم در خاک خودمون در اونجا برای کشاورزی و طالبان دچار سوء تفاهم شدن و احساس کردند که مردم ما وارد خاک افغانستان شدن، تیراندازی کردن و یه سوء تفاهم بوده. این خلاصه ماجرایی است که الان در اونجا اتفاق افتاده. من معتقدم که چه طالبان خواسته باشند به خاک ایران تجاوز کنند ایران باید پاسخ بده و چه ایران خواسته باشه به خاک افغانستان تجاوز بکنه، طالبان به عنوان کسانی که الان در مسند قدرت هستن در اونجا باید پاسخ محکم بده. شما ببینید ایران سوریه رو به چه روزی انداخته، عراق به چه روزی انداخته، لبنان به چه روزی انداخته، یمن به چه روزی انداخته. اگر اندکی مردم افغانستان کوتاه بیان و ایران احساس بکنه که میتونه بازی یمن رو، بازی سوریه رو، بازی عراق رو در افغانستان در بیاره، بدبخت و بیچارهتون میکنه. آقای حمید در نتیجه به نظر من تنها چیزی که خامنه ای رو میتونه سر جایش بنشونه یه مشت محکم تو دهانش هست. بله مردم افغانستان نیاز دارن، مشکل دارن، گرفتاری دارن، ولی اگر با سپاه پاسداران و با خامنه ای خواسته باشن مدارا بکنن باید مثل یمن و سوریه دچار جنگ مذهبی و فساد طولانی بشن. این تحلیل من بود آقای حمید. اگر نظری دارید مختصر بفرمایید، در غیر این صورت بریم سراغ بیننده بعدی. خواهش میکنم. تشکر که توضیحات خوبی رو دادید. من قطعا با شما هم نظرم آقای استاد ترشاوی عزیز. بله. من به هیچ عنوان دوست ندارم خدای ناخواسته کشورم و مردمم زیر بار استعمار مثل سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی. من یک چیز دیگه هم فکر دیگه هم میکنم آقای حمید. دیروز که اتفاق افتاده بود من فکر کردم این پاسداران ایرانی اینا فکر میکردن که مثلا طالبان یک جوری افغانستان اشتباه گرفته بودن با خلیج فارس. اینا تو خلیج فارس شما تو 1-2 سال گذشته دیده بودید که مثلا این قایق‌های تندرو سپاه پاسداران، هلیکوپترهاش به ناوهای آمریکا نزدیک میشن، به ناوچه‌های آمریکا نزدیک میشن، فیلم میگیرن، عکس میگیرن، بعد میگن مانور میدن. ظاهرا اینا طالبان و افغانستان رو با خلیج فارس اشتباه گرفته بودن، ولی دیروز متوجه شدن که نه، اونجا قضیه خیلی متفاوت است. قطعا اینطور. آقای ترشاوی اگر اجازه بفرمایید عذرخواهی میکنم بیننده‌های محترم و شما که وقتی بیشتر گرفتم.
میخوام یک اشاره دیگه نظرم راجع به تظاهرات مردم ایران و همچنان اتفاقاتی که مردم هر روز دنبالش هستن و متشکر آقای حمید. به همین اندازه اجازه بدید که اکتفا بکنیم که بینندگان زیادی روی خط هستند. با عرض معذرت از شما، دیدگاه شما در رابطه با یه موضوع پخش شد. در رابطه با این موضوع ما همچنان در خدمت شما هستیم آقای حمید. در جلسات دیگه تشریف بیارید و صحبت بکنید. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ شما. خب به هر حال این هم در واقع آقای محسن از ایران. درود بر شما آقای محسن، بفرمایید. آقای محسن درود بر شما، بفرمایید. سلام آقا محسن، آقای ترشابی. سلام بر شما آقای محسن، خواهش میکنم بفرمایید. جناب ترشابی اگه اجازه بدید که من 60 ثانیه حرفمو بزنم تموم بشه بعد شما نقد کنید. اگه بخوام یه جمله بگم قطعش کنید من اصلا کلام از دستم در میاد. چشم بفرمایید. 1 دقیقه در خدمت شما. از الان 60 ثانیه بفرمایید. آقای ترشابی ما نسبت به علمای اهل تسنن مخصوصا ائمه امام احمد حنبل، ترمذی، حاکم اینا و کتبشون احترام کامل و خاصی قائلیم و هیچ موقع به اینا اهانت نمی‌کنیم که اینا دروغ گفتن، هرچند علیه عقاید ما حرف بزنن و دروغ گفتن. و این که شما کلینی همه علمای شیعه رو دروغگو میگید، بزرگترین اشکالش اینه که در کتب اینا شهادت دادن که خدا وجود داره، پیغمبر از طرف خدا اومده و اسلام دین الهیه و کامله و آخرین دینه و شما اگه بگید دروغگوه تمام اینا رو تکذیب میکنید. مواظب باشید با این جملتون. شما حالا بگید قبول نداریم اشکال نداره، ولی بگید دروغگوه، کذاب، اینها نمیدونم کافرن، رافضیان، تو جهنم، اشتباه. یه مسئله اساسی. دوم این مسئله خدمتتون که میفرمایید شما اگر مبناتون نقل روایت بدون سند، یعنی منهجتون اینه، خب این یه روشه. اگه روایتی هم نقل میکنید سندشو باید تفسیر کنید، چه از شیعه چه از سنی، که بتونید بحث و علمی بکنید. اگه منهج روش علمیتون رو مشخص نکنید هیچ موقع من نتیجه نمیرسیم. قربون شما، خداحافظ. نه خداحافظی نکنید، بمونید آقای محسن. بمونید تا من در رابطه با صحبتایی که کردید یه تعلیق بدم و بعد هم صحبت شما رو مختصر نظر شما رو گوش کنم. عرض به حضورتون که اولا این که شما میگید ما به احمد ابن حنبل و حاکم و بخاری و مسلم و اینها احترام قائلیم، اگر شما به عنوان شخص خودتون صحبت میکنید که ما میدونیم که خیلی ها از مردم به علمای اهل سنت احترام میگذارند، البته من نمیدونم شما جزء توده های مردم هستید یا آخوند هستید، ولی اگر از طرف آخوندها حرف میزنید که نه، شیخ مفید و سایر آخوندها و مراجع تقلید نه تنها این که علمای اهل سنت بلکه کل اهل سنت رو کافر میدونند، مگر نه این هست که عایشه رو بدکاره میدونند و نوشتند، مگر نه این هست که آیت الله سید کمال حیدری که ما بارها کلیپش رو در شبکه کلمه پخش کردیم، خواسته باشید الان هم پخش میکنم، ایشون میگه کل علمای شیعه بر کفر اهل سنت اتفاق نظر دارند، برخی ها کفر ظاهری و باطنی میدونن، یعنی در دنیا و آخرت کافرشون میدونن، بعضیا میگن در دنیا با اونها به عنوان مسلمان رفتار میکنیم ولی به اعتبار آخرت کافر و جهنمی هستند. در نتیجه من این حرف شما رو اگر از طرف آخوندها و مراجع تقلید صحبت بکنید که به علمای اهل سنت احترام میگذاریم، من از شما نمیپذیرم، چون در کتب همون کلینی، همون مجلسی، همون خمینی و همین مراجع تقلیدی که شما از اونها حرف میزنید و الان دارید دفاع میکنید، در همه اینها ابوبکر و عمر و عثمان و صحابه پیامبر، هم تعدادی از همسران پیامبر کافر و مرتد و فاحشه معرفی شدند. این در رابطه با این که شما گفتید ما احترام خاصی به علمای اهل سنت داریم. سوال دومتون که شما فرمودید که شما وقتی که میگید کلینی کذاب هست، یعنی اونجایی هم که میگه لا اله الا الله هم کذابه، این استدلالتون غلط هست. یک فردی رو که ما میگیم کذاب میتونه 80 تا دروغ گفته باشه، 20 تا حرف راست زده باشه. ما وقتی که بهش میگیم کذاب معنیش نیست که 100% دروغ میگه. وقتی میگیم کذاب یعنی کسی که بسیار دروغ میگوید
و ما در این که کلینی و مجلسی و خمینی اینها کذاب بودن شک و تردیدی نداریم، برای اینکه اینها روایات زیادی نقل کردند که قرآن تحریف شده و این روایات رو رد نکردند، برای اینکه اینها روایات زیادی نقل کردند که صحابه پیامبر مرتد هستند و معتقد به ارتداد صحابه پیامبر هستند، برای اینکه اینها روایت زیادی نقل کردند که عایشه و طلحه و زبیر و صحابه پیامبر فاسق و فاجر، همسران پیامبر فاسق و فاجر بودند. در نتیجه اینها از دیدگاه ما کذاب هستند. ما که نمیتونیم با مردم تعارف بکنیم، ما که نمیتونیم بگیم حالا که مثلا خمینی تبدیل به بت شده، کلینی تبدیل به بت شده، مجلسی و خامنه‌ای، پس این که آدم میکشن کار درستیه، اینی که الان جنایت میکنن کار درستیه، اینی که ایران بین راه انداختن کار درستیه. در رابطه با سوال سوم شما که در رابطه با روایت، ببینید روایات آخوندها و مراجع تقلید به اندازه شیر تو شیر هست و به اندازه مشکل داره که شما هر طرفش بگیرید از یک طرف دیگه کسی میتونه بیاد بگه این ضعیفه، کسی میتونه بیاد بگه این مشکل داره. من که هم روایت نقل کردم، من که نگفتم این به صحت رسیده، من گفتم ایشون بیعت کرده، در روایات آقایون اومده، در روایت ما به صحت رسیده، در صحیح بخاری اومده. در نتیجه شما اینطوری کلیگویی نکنید وقتی که میگید. و بعد سوال اساسی برنامه هم این بود که چرا حسن ابن علی صلح کرد و حالا بیعت کرد، حالا بیعت شما میگید خب بیعت نکرد، و چرا اسلام و مسلمین رو به دست یک فرد کافر علیه بالله مثل معاویه سپرد که اینو هیچ کدوم حاضر نیستید جواب بدید. اگر صحبتی دارید خیلی مختصر که من سراغ بیننده‌های بعدی برم یا وقتم داره تمام میشه. من به خاطر اینکه این زبان جواب صلح امام حسن طولانی میشه جواب دارم، ولی الان اینو خدمتتون هیچ جوابی ندارید بگید. بله چرا؟ حالا جوابش بابا من دارم، الان نمیتونم بگم چه توی وقتی کم هر وقت. خب الان فهمیدیم که کلینی و اینا آدمایی بودن که حرف راستن تو کتابشون بوده، پس کل کتابشون باطلی. نه اینکه وقتی حرف راست، اگر مثلا فرض کنید اگر در تورات و انجیلی که امروز وجود دارد حرف راست وجود داشته باشه، یعنی کتابا باطل نیستن؟ کتاب باطله، حالا حرف راستی درش وجود داشته باشه. حالا آقای کمال حیدری هم که گفته کل علمای شیعه اهل سنت و کافر میدونن، اشتباه میکنن. علامه طباطبایی در کتاب محضر علامه طباطبایی پرسش و پاسخ‌ها دقیقاً میگه ایشون تغییر کرده یا مسلمان دنیوی حساب کرده. کتابو مکتوب نوشته به عنوان نظر تغییر هست. تغییر هست. اونجایی که گفتن اهل سنت کافره، علما تغییر کردن. اونجا که نیاز به تغییر نداره. تغییر جای نیاز داره که ترس باشه، وحشت باشه. وقتی که بگن علمای اهل سنت مسلمانن، نیستش که به ترسی که خب الان گفته من متشکرم. آقای محسن حالا دیدگاه شما رسید، وقتمون هم به پایان رسید. اتاق فرمان میگم وقتتون به پایان رسیده. نمیدونم اتاق فرمان وضعیت من چطوری هست. خب میگن که پایان هست، حالا اعتراض هم دارن میگن اضافه هم رفتی. به هر حال دوستان عزیز تشکر میکنم از شما همه کسانی که تماس گرفتید. میدونم که صلح امام حسن با امیر معاویه خاری است در گلوی آخوندها، این که امام حسن بیاد کل سرزمین‌های اسلامی و مسلمانان رو به تعبیر آخوندها و مراجع تقلید به معاویه که کافر و فاسق و فاجر بوده تحویل بده، یک فاجعه است. اون امامی هم که میگن معصوم هست، در نتیجه اعتقادات آخوندها باطله. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون. خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثل